حضرت مولوی روم قصه میکند 4 کس را داد مرد 1 درم. اون یکی گفت این به انگور دهم. 4 نفر شیشته بدین، فقیر، کمبغل، مسافر. یک شخص میگذشت دید حال ایزار شونه که گشنه و تشنه شیشتین، جگرش سوخته 1 درهم داد. اون یکی گفت این به انگور دهم. اون یکی دیگر عرب بود، گفت لا من عنب خواهم نه انگور ای دغا. این بیچاره فارس گفت که بریم انگور میخریم، 4 کسه میخریم. 1 نفرش عرب است، گفت نه تو نامعقول کردی، من انگور نمیخواهم، من عنب میخواهم. همون عنب ترجمه عربی انگور است. اون یکی ترک بدو گفت ای بنام من نمیخواهم عنب، خواهم ازوم. 1 نفر دیگرش ترک زبان است، او از گریبان عرب گرفت که گفت عنب تا در سرمو میزنیم، باقی چون کنیم عنبی ترا ازوم میخریم. اون یکی رومی بگفت این قیل را ترک کن، خواهیم استافیل را. 1 نفر دیگرش رومی بدست، یونانی، گفت نه استافیل میخریم بچه ها، در همه هوای گرم این استافیل هم طعام است هم نوشابه. استافیل شب سبیل هم انگور است. آخه مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بدند از جهل و از دانش تهی. از روی بی عقلی خیستن و گریبان همدیگر را گرفتن، مشت در روی همدیگر میکفتند. بعد حضرت نصیحت میکند صاحبی سیر عزیزی 100 زبان، گربدی آنجا بدادی صلحشا. اگر یک مردی زباندان، یک مردی عاقل و دانشمند، یک مردی خدا در بینشو میشد، البته که بین اینا صلح و مودت برقرار میکرد. 2 قبیله کوس خزرج نام داشت، یک ز دیگر جان خوناشام داشت. کینهای کهنشان از مصطفی، محو شد در راه اسلام و صفا. حضرت میگوید 2 قبیله که یکیش قبیله اوس است، دیگر قبیله خزرج، به همدیگر دشمنی و عداوت داشتند، اما با شرافت نور نبوت محمدی صلی الله علیه و سلم تمام این کینه و کدرت ها از بینش رفت. اولا اخوان شدند آن مسلمان، همچو اعداد عنب در بوستان. وزدمی المؤمنون اخوت بپند، در شکستند تنی واحد شدند. اولا این مسلمان ها به هم یار و برادر شدند، بعد 1 تن 1 جان شدند. مثل که انگور هم به فشاری و ساکش همش 1 میشوه، پالودش همون خیل مسلمان ها به هم دیگر همون خیل دوست اتفاق شدند. این احوال مسلمانان بود. قسمت دیگه مردم مدینه را مشرکا تشکیل میکردند که از همین بدی همین 2 قبیله بدن، مردم اوس خزرج. ما برای شما قصه اسیلی ما کردیم که از بنی عبدالاشهل 1 شخص تا جنگ احد ایمان نه آورد، همین اسیلی. بعدا ایمان آورد، در جنگ احد شهید شد. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بالای نعشش آمد حیران شد، گفت ربح اسیلیم. اسیلیم گفت جوانمرد برد کرد، عمل قلیلا و اجر کثیرا. اگر چند عمل اندک کرده است، در حیاتش 1 بار سجده الهی نکرده است، اما این برد ای را ببین، در راه خدا شهید شد. حال آنکه شهیدای احد خداوند آتش جهنم بر بدنشو حرام گردانده است. مثل اسیریم ها بودن مثلا که 1 مدت با تعصب به همون دین جد اجدادی خود استوار بدن و نمیخواستن که دین اجدادی خیش را ترک کنن، اما بعدا از بس که با مسلمان ها کینه نداشتن، کدورت نداشتن، یکم بدبینی نداشتن، آیسته آیسته خداوند قلباشون نرم کرد. اخلاق حمیده پیغمبر از پیش دیدن که چخیل اسلام مردم مدینه را دیگرگون ساخت، دشمنای جانی و قتال چخیل به دوستی همدیگر مبادل شدن، آیسته آیسته اسلام را قبول کردن. اما 1 ایده دیگر در همون نفاقش باقی ماندن. 1 نفر بود از اوس،
او نام ابو رافع. نام اصلی این شخص عبدعمر است. عبدعمر ابن سیفی. در میان قبیله خودش با تخلص راهب معروف بود. راهب شخصی را میگن که از تنعم دنیا صرف نظر کرده و بسیار عبادت میکند، گوشنشین است. این بدگهر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد، از بس که همون دوستی بین اوس و خزرج نمیخواست، در دلش کینه و کدورت نسبت حضرت صلی الله علیه و سلم بود، دیگر تا به توان استقامت در مدینه را نداشت. مدینه را ترک کرده به مکه گریخت و مردم قریشی ها را تشویق ترغیب زیاد میکرد برای جنگ بر ضد مدینه، بر ضد مسلمانان مدینه. در هنگام جنگ احد اندک پیشتر بتوزیم، این بدگهر ابو رافع همراه قریشی ها، همراه مشرکای قریش به جنگ آمد به دیار خودش. در روز اول جنگ در ابتدا اول همو حبشی ها را پیش راندند تا با سنگ های منجنیق با همو نیزچه های خورد چو دراتیک میگن جنگ با حربه هاشو جنگ شروع کنند. و این ابو عامر هم همراهشون پیش بر آمد. با قریشی ها گفت که حالی مردم ما اگر ما را بشناسند، من در بینشون بسیار احترام زیاد دارم، شاید یک گروهش به طرف ما جالب شوند و بیایم به ما پیوندند. به همه گمان باطل در میدان جنگ خارج شده اعلام کرد که هی اوسی ها، شما مرا میشناسید؟ من ابو عامر راهب هستم. گفتن بلکه تو خدازده فاسق هستی، تو ملعون فاسقی، لعنت خدا بر تو باد. ما شرم داریم که تو خط اوسی بگوی، تو از اوس نیستی، گم شو. دید که وضعیت بسیار بد است، خفا گشت. حضرت صلی الله علیه و سلم او راهب فاسق نام کرده بود که او راهب نیست، فاسق است. کسی از دین خدا میگریزد او چی نام میتواند راهب باشد؟ گفت مردم من دیگرگون شدیم در این 2 ساله که من اینا را ندیدم. یکی دیگر از همون شخصایی که نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم کینه و کدورت زیادی داشت عبدالله بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول، سرور منافقان مدینه. عبدالله ابن ابی یکی از سرورای قریش بود، رهبر قریش بود. بعد جنگ بعاث وقتی که خونریزی به حد زیاد شد، وقتی که مسلمانان وقتی مردم مدینه به خونه و درد ماندن، احوال بد شد، جوان مردا و شیر مردای 2 قبیله کشته شدند. از همین خاطر بین اوس و خزرج یک مشمش میرفت که یک شخصی را رهبر تعیین کنیم برای هر 2 قبیله که همین جنگ و نزاعها خاتمه یابند. از میان همه مردم عبدالله ابن ابی ابن سلول اختیار کردند. اوس و خزرج هر 2 به رهبری و به قیادتش حتی رضایت دادند و یک تاج در شام برای همه عبدالله ابن ابی سفارش کردند. تاج پادشاهی میخواستن پادشاهی مدینه کننش، اما کار رنگ دیگر گرفت. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این بین مردم مدینه منوره را به اسلام دعوت کرده، اونا انصار خدا شدن، مسلمان شدن. عبدالله ابن ابی دید که دیگه اون موضعی که داشت، او آبرو و عزتی که داشت الحال ندارد. دید که همون مردم خزرج که او قدر احترامش میکردن دیگر آخه ایره به خاک پای رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر نمیکنن. از همین خاطر منافقانه دین اسلام قبول کرد، کلمه شهادت به زبان راند، اما در قلب باور نداشت، کینه و کدورت نسبت حضرت صلی الله علیه و سلم داشت. ولی ما میگیم رهبر منافقان، یا وقتی میگوییم که منافقان مدینه کسانی هستند منافقا، حضرت بیایید راه بکشوی. خدوم حضرت ایشان مفتی را و مسجد جامعی به نام عمر ابن عبدالعزیز خیر مقدم میگوییم. حضرت واقعا باری اول است که به مسجد ما تشریف آوردند و از درگاه خداوند رب العزه براش تمنیات بهترین آرزو میکنیم
که خداوند سعادت دارین نصیب و روزیش گرداند. انشالله جمله من نقطه‌ش میگذارم و بعد بلنگویا که در دست ایشون مفتی میتیم، از بس که باری اول مسجد ما اومده است، انشالله تبرکاً صحبت چند همراه ما انجام دهد. گفتیم که عبدالله ابن ابی ابن سلول اگر چند ظاهرا ایمان آورده بود، اما نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نسبت مسلمانان کینه و کدورت زیاد در قلب داشت. در کتب حدیث و در تفاسیر آمده است بار رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه چند نفری از بنی خزرج صحبت میکردند. ببخشید، عبدالله ابن ابی صحبت میکرد با هم قومای خودش، با هم اهل قبیله خودش. در این حالت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای خر سوار آمدند. حضرت یک خر داشت با نام یعفور. محبت مسلمانان را ببینید که حتی نام خران و نام اسبها و نام خشیرهای و نام شتران حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم را در تاریخ ها ثبت ساختند و در قلبهاش حفظ نمودند. آمد حضرت به اینا سلام علیک کرد، احوال پرسیشون میکرد که همه وقت خر شوشه انداخت، پیشاب کرد. عبدالله ابن ابی که منافق بود به هر راه و وسیله میخواست که یک نشه با وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاند. گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، تو عیش ما را منغص کردی. در این مجلس ما خوشبو کرده ایم خدمونا، مشک زده ایم، کافر زده ایم، و تو این خری به ادب آوردی، خر پیشاب انداخت، بوی پیشابش همه را فرا گرفت، بنیامون را سوخته گرفت. همین وقت حضرت عبدالله ابن ابی رواحه که یکی از همین خزرجی ها است، از گریبان سردار قبیله شو از عبدالله ابن ابی گرفت. گفت تو بدبختی منافق چی گفتی؟ قسم به خدا گفت بوی پیشابی خری رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما از بوی مشک عنبری ته هزاران مراتبه گواراتر است. سبحان الله. از این خاطر عبدالله ابن ابی موضع را میدانست که اگر اسلام نیارد همون آبرو و عزت اندکی که دارد در میان قوم همون را از دست میدهد. از همین خاطر اسلام آورده بود به ظاهر، اما در باطن کافر بود، یعنی منافق بود و یک گروه هم همراهش بود که تا زمان آخر حیاتشان از نفاق دست نتافتند. حضرت صلی الله علیه و سلم منافقا را میدانست، اما در میان مردم آشکار نکرده بود. از میان صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط یک نفر بود که همین منافقا را نام به نام میدانست، از رسول الله صلی الله علیه و سلم دانسته بود. حذیفه ابن یمان که با نام صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم در تاریخ ها ذکر شده است. این بود احوال مشرکین، یعنی طبقه دیومی که در مدینه منوره سکونت میکردند. اگه درباره طبقه یهود انشاءالله اگر خدای تعالی امکان دهد هفته آینده از همین موضعی که صحبت خود قطع کردیم باز صحبت ادامه خواهیم داد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. الحال ایشان مفتی را دعوت میکنیم که تبرکانه یک چند صحبت با ما و شما انجام دهند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران اهل اسلام و نمازگزاران محترم، قبل از همه از خداوند عز و جل تمنا نماییم و التجا کنیم که امروز روز اجابت دعا و روزی سعید و مبارک است و ما و شما در این روزی سعید و روز مقدس در مکان مقدس قرار داریم.
و برای وارد شدن به این مکان مقدس طبق سنت پیامبر علیه السلام باید هر نمازگزاری که داخل مسجد می شود باید قبل از داخل شدن، هنگام داخل شدن باید بگوید بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی به نام اون خداوند بزرگ و درود و صلوات بر پیامبر گرامیش. ای بار خدایا، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای بار خدایا درهای رحمتت را برای من باز کن. برادران عزیز، چرا این سخن را میگوییم و به خاطر چی پیامبر علیه السلام گفت هنگام داخل شدن، وارد شدن به مسجد این دعا را بگویید؟ چرا که ما برای عبادت کردن داخل میشویم و مادامی که برای عبادت کردن داخل میشویم، عبادت پاک و مقدس است و نور و برکت است. پس اون نور و برکت قلب پاک و مبارک و به آلایش میخواهد. اگر قلب را پاک نکنیم، قبل از داخل شدن این دعا را نگوییم و با غرض و با هدفهای اگر وارد شویم، اون پاک در این ناپاک نتیجه نمیدهد. هر پاکی که بالای این پاک قلب ناپاک بیاید، ناپاک می شود و نتیجه نمیدهد. پس عبادتی که پاک و مقدس است، نور است. قلبی که اگر سیاه باشد، در اون غرض باشد، در اون فکرهای ناسزا و ناگوار باشد، پس اون پاک در این ناپاک می شود و نتیجه نمی دهد. بدرستی خداوند عز و جل می گوید استعیذ بالله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. نماز بدرستی از تمام بدی ها انسان را دور می دارد. ان الصلاة تنهى بتعداد تأکید، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، از تمام رفتار و گفتار بد و خصلت‌های زشت بدی که در قلب انسان هست، منمنی، خودخواهی، خودبینی، کبر، غرور، فتنه، دروغ، فتنه انگیزی، گروه بازی، تفریق انگیزی. چرا که دوملا از احوال منافقان صحبت کردند که مقصدشون هم در جامعه مردم را به گروه ها تقسیم کردن بود و صفوف مسلمانان را پراکن کردن بود. میخواستند پراکنده کنند. مقصد یگانه منافقین چنین بود. پس اگر در دل خودخواهی و خودبینی و کبر و غرور باشد، اون نماز قبول نیست. درست است، اجراعات می رود اما تأثیر نمی کند. حالا تصور کنید که یک سطل آب زلال که چقدر گوارا برای نوشیدن است، اگر یک قطره سوزشواری خود بنزین خود سلرکه اگر چکد، اون ماهیتش را اون آب گوب میکند، نوشیده نمی شود. پس این قلبم به مانند همون است. برای همین هم پیغمبر علیه السلام میگوید اگر در قلب ذره از کبر باشد، داخل جنت نمی شود. در قلب اگر ذره از کبر داشته باشد انسان مسلمان، داخل جنت نمی شود. پس اگر دل سیاه باشد، در دل داغها باشد، فرق نمی کند کجا می رود، چی می کند، چی می خواند، چی نمی خواند، هیچ تأثیری نمی کند. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. پس به تحقیق نماز انسان را از تمام بدی ها، از تفریق انگیزی، از کبر و غرور، از بدی ها، از زنا، از فحش، از فاحشگی، از تمام کاری بد دور می دارد.
اگر در صورتی که با قلب پاک گذارد، اگر در صورتی که با معنویات پررنج، با معنای پررنج نماز را ادا کند و الا تأثیر نمیکند. در این قلب اگر خدای نکرده اون قلب ناپاک باشد، چطوری که میگن خر عیسی را به مکه بردند آمد هنوز خر باشد. اگر هر روز هم که در داخل مسجد هم باشد قلب ناپاک باشد هیچ سودش نمیکند. اون حدیثی صحیح هست که همیشه به نماز روزه مشغول بود، بعد گذشتنش پیغمبر علیه السلام گفت در جهنم است و صحابه در حیرت ماندن چگونه یک انسانی که همیشه با نماز و با روزه مشغول بود باز جهنم برود. و رفتن پرسیدند، عنیق کردن، دقیق کردن که انسانی بود که همیشه در بین مردم تفریقه و آزار میداد مردم را و همسایگان را. پس خصلت زشت و اون کینه و کدرت و اون سخنچینی و تفریقه انگیزیش بینید که سبب شد که نماز عبادتش شفاعتش نکرد. و الا باید هر عمل صالح انسان را صاحبش را باید شفاعت کند. هر عمل صالح انسان و صاحبش را حتمی شفاعت میکند، اما با قلب پاک باشد. برای همین پیغمبر علیه السلام میگوید که وقتی که وارد میشوید بگوید اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای بار خدایا درهای رحمتت را برای من باز کن. درهای رحمت در صورت باز میشود که قلبها را پاک کنیم قبل از گفتن این یا قبل از وارد شدن به مسجد. اما در مسجد وارد شدن بخواهیم که گروه بازی کنیم و تفریقه انگیزی کنیم و پریشانی بیاریم و پریشان حالی بیاریم و در بین مسلمان ها را پریشان کنیم، و هرگز اون عبادت قبول نیست برادران عزیز. هیچ منفعت هم نمی کند، هیچ فایده هم ندارد. پس باید با قلب پاک وارد شویم به این مکان مقدس. پس قلب پاک باشد، عبادت پاک است، نور بالای نور می شود. نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. نور بالای نور است و خداوند هدایت میکند به سوی نورش. و یضرب الله الامثال للناس، و خداوند مثال میزند، ضرب المثل میزند برای بندگانش. و یضرب الله نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. اما خداوند از همه حالت، از قلب و از ذهن و از فکر و از عمل و از تمام فکر و اندیشه و رفتار و گفتار و عمل ما آگاه است. چرا در اخیر این آیت چنین گفت؟ چرا که بسا فکر اندیشه های داخل داریم خدای نکرده. البته خداوند همه ما و شما را از این مرض و از این بیماری ها و از این مصیبت دور نگه بدارد. اما وجود دارد، متاسفانه وجود دارد، میبینیم، دیده ایستاده ایم. ما همین ماه اخیر قریب 2-3 سفر داشتیم دولت های خارجی و برادران هم شوخی کردن که سفرات در خارج زیاد شده است. ما گفتیم مردم ما پیش از رمضان معرکهشون زیاد می شود، از پیش رمضان از گفتم معرکه زیاد می شود. در دولت های عربی هم پیش از گرمی معرکه همون مؤتمر و کنفرانس ها و مجلس هاشون هر چیز زودتر میگذرونن تا اینکه پیش از آمدن گرمی ها. میبینیم برادران عزیز، ما در منبر پیغمبر علیه السلام نشستیم، جای هزل و شوخی نیست، اما واقعیت است. چطوری که گفتیم که خداوند میگه مثال میزنم تا اینکه برای مردم آشکار شود، یا اینکه چطوری که مقال است میگن که مثال مسئله رو روشن میکند. در همین سفرها دیدیم برادران عزیز، خصوصا اگر اهل علمشان متواضع و یک دیگر فهمی امت در بینشان باشد، در اون دولت خیر و برکت است. همه مردمی رو دیدیم که متواضع و هم دیگر فهمی و دوستی و رفاقت و دوستی و محبت و اخوت و برادری هست. ببینیم چقدر خیر و برکت است در اونجا، چیزی که به چشم دیدیم. اما جایی را دیدیم که اهل علمش از اهل علم شروع کرده تا پایان همه کبر و غرور. ببینیم در اونجا خرابی و در اونجا نزاع و در اونجا خون ریزی و در اونجا یک دیگر نافهمی و بدبختی ها جاری است. برادران عزیز،
دوستی چقدر لذت دارد، محبت و اخوت چقدر لذت دارد. با همسایه دوستی داری، هر وقتا که از در میبروی همسایه رو میبینی چقدر لذت، به اختیار تبسم بروید، در چهره تبسم میآید و در آغوشش میگیری هر وقتی که ببینی، چند باری هم که ببینی. چقدر زیاد دیدی همونقدر زیاد خوشنود و خرسند و چهرهت کشاده میشود و قلبت روشن میشود. این نتیجه دوستی است. اما خدای نکرده با نفری اگر نزاع داری یا دشمناگری داری، هر وقت که میبینی چهرهت تاریک میشود، تیره میشود، قلبت سیاه میشود، طبیعتت خیره میشود، روزت همون روزت سیاه میشود. این کثافتی و بدبختی دشمناگری است. برادران عزیز، برادران اهل اسلام، چطوری که دوملا واقعا هم سرخطیب یا امام خطیب این مسجد یکی از علمای شناخته جمهوری هست و البته باید تمام مسئله ها صحبت میکند با شما. من بار اول از صحبت دارم، من میخواهم که از نتیجه اون سفرهایی که هست و اون تجربه و اون چیزی واقعیه که به چشم در روی زمین میبینم، دیدم، میخواهم برای شما نقل کنم. انشاءالله فرصت های آنده کلام بحث های موضوع معین انشاءالله صحبت خواهیم کرد. برادران عزیز، هر جای دیدیم که نفاق و تفریق انگیزی و گروه بازی هست، در اونجا بدبختی است. در اونجا نه خیر است نه برکت، نه دوستی است نه محبت، نه آرامی است نه آسایشتگی. اما هر جای دیدیم محبت و اخوت و برادری و دوستی و تواضع هست، در اونجا تمام خیر و برکت و تمام صمیمیت و قدردانی و احترام هست. مثال میارم، چطوری که گفتم مثال مسئله رو روشن میکند. برادران عزیز، به فکرم وقتی ما خیلی کم است. دو عائله که پدر و مادر و فرزندان همه با یک دیگر فهمی صمیمی و دوستی صمیمی و احترامی واقعی زندگی میکنند. پس میبینید پدر با مادر و فرزندان همه در گرد اطراف جمع آمدند و یک زندگی آسوده و فرزندان هم تربیت شده، یکیش در یک ساحه، یعنی فرزندان در ساحه های گوناگون همه تربیت شده و یک زندگی آسوده هست. همه همسایه آرزو میکنن ای کاش عائله من و فرزندان من به مانند فرزندان فلانی باشد. آرزو میکند انسان و افتخار میکند اون اهل عائله، خب پدر باشد، خب مادر باشد، خب فرزندان و برادران خواهران باشند، افتخار میکنند که الحمدلله ما عائله از همه جهت پررو و کامل داریم. و دیگران هم اگر مثال بزنن میگن که فرزندم ببین فرزندای فلانی رو ببین، به مانند اونها باش، چقدر دوست، چقدر با محبت احترام در بینشان و دوستانه و با یک مهر و محبت تمام آسایشتگی زندگی در اونجا جاری هست. از اون بآموز. اما در مقابل این باز عائله‌ای هست که پدر یک طرف و مادر یک طرف و فرزندان چند طرف، یکیش غارتگر و یکیش دزد و یکیش فاجر و یکیش فاسق و یکیش دیگر و از همه جهت ناقص و کوتاه و کم. وقتی که ما اگر بخواهیم نصیحت کنیم میگیم فرزندم با مانند فرزندی فلانی نباش، با مانند اون گمراه نباش، با مانند این اون و آن دیگر نباش، از اون حذر میکنیم. برادران عزیز، من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان میگویم همیشه کوشش کنیم از نزاع و از کبر و غرور و از خودبینی و خودخواهی و از گروه بازی ها دست بکشیم که تمام بدبختی ها در همین است. عائله این یک شکل خردی حکومت دولت است و حکومت یک شکل بزرگ عائله است، هیچ فرقی نمی کند. و هرگز شکرانه رو فراموش نکنیم که قبل از استقلالیت در تمام جمهوری تاجیکستان همگی 8 مسجد بود، امروز زیاده از 5000 مسجد است الحمدلله. و مسجدها رو ببینید که با تمام شرایط
و اون 8 مسجدی که بود همه شما شاهد هستید. ما وقتی که می‌خواستیم نماز عید بخونیم 150 کیلومتر می‌رفتیم تا اینکه نماز عید رو با جماعت بخونیم، چرا که دیگر مسجد نبود. امروز الحمدلله چنین شرایط آمده است. آرامی رو هرگز فراموش نکنیم برادران عزیز. دوستی و محبت، دو بنده که اگر با هم دیگر دوستی دارند خداوند را خوش می‌آید از دوستی بندگانش و خیر و برکتش را می‌افزاید. در جامعه‌ای که دوستی و محبت یکدیگر فهمی باشد خداوند را خوش می‌آید و خیر و برکتش را می‌افزاید. در جامعه‌ای که ناآرامی باشد، نزاع باشد، از اون جامعه خیر و برکتش را می‌بردارد پروردگار و غضبش را می‌فرستد. اون روز در یک کتاب خواندم، یادم برآمد، از یادم رفت. یک نفر میرود ضبط میکند یک جور، میگه شما کی هستید؟ میگه من غضب خدا بالای شما هستم. چگونه غضب خدا بالای ما شما باشید؟ تو همچنین یک انسان غضب خدا بالای ما؟ میگه که شما که در بین خود نزاع کردید من غضب خدا هستم، خدا من رو فرستاد تا اینکه با شما غضبی را یا که عقابی را بیارم. وقتی که در جامعه نزاع به وجود میآید عذاب خداوند اونجا میآید. برادران عزیز هرگز فراموش نکنیم. همیشه آرامی و آسایشتگی همین آرامی است که امروز ببینید این داخل این مسجد و آشیانه های دیگم بیرون صحنه پر از مردم است. این همین آرامی است، نتیجه آرامی است. سالهای بود که در مسجد 3 موی سفید برجامانده یا که 4 موی سفید برجامانده بود، دیگر هیچ کس نبود. شکرانه باید کنیم. هرگز شکر نعمت را می افزاید. استعیذ بالله ولئن شکرتم لازیدنکم، ادات تأکید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکرانه کنید من نعمتم را می افزایم. این آرامی نعمت است، باید به قدر این برسیم و نگذاریم که خصوصا جوانا با هر گروه های تندرو و هر گروه های بیگانه که میخواهند ناآرامی ما را ناآرامی بیارند بالای جامعه ما، که در جامعه ما نگذاریم که اونا چنین کنند. چرا که اون جوان است، نه منفعت خود را میداند نه منفعت دیگر را پروا دارد، نه پروای خود دارد نه پروای دیگران دارد. پس باید یک جای این همین است زندگی و جامعه همین است. اگر یک انسانی اگر ضرر دید تمام انسان ضرر ببیند. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یک فرد جامعه را شما بالا برداشتید کمک کردید گویا که تمامی همون جامعه را شما زنده کردید. پس هرگز فراموش نکنیم و شکر این نعمت ها رو به جا بیاریم و همیشه در اندیشه باشیم چی گپ ها بود حالا چی شده ایستاده است، چی ناآسودگی چی بدبختی های بود. امروز الحمدلله از سرور دولت تا پایان همه مسلمان و همه در خدمت مسلمان ها و همه در خدمت مسجد ها و این مسجد ها هم به دست و به کمک شما و تمام افراد همین جامعه ها با چیدگی هست. امام خطیب از کیسه خود نکرد از کاری، یا من نکردم از کیسه از جیب خود چیزی کرد. اگر کردیم به قدر و اندازه و کمی کردیم، اما این همه آبادی این از شما هست. پس مادامی که آباد کردیم آرامی را هم از دست ندیم. همیشه برای آرامی کوشش کنیم و در هر جامعه تکرار هم شود اگر نزاع و گروه بازی باشد در اون جامعه برکت نیست و از گروه بازی ها و از تفریق انگیزی ها و از ناآرامی کنی ها باید همیشه در حذر باشیم و همیشه باید آرام نگه بداریم که تمام خیر و برکت در آرامی است. و خصوصا تجربه نشان داد دیده ایستاده ایم که دولت ها چقدر سوخته ایستادند. همین از روی گوناگون عقیدوی هست. الحمدلله گذشتگان ما و شما عصرها باز در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه بودند و من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان این جمله رو میگویم و داملا همینجا نشسته است. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هیچ عملی وجود ندارد که دلیل شرعی نداشته باشد. حالا بعضیا ادعا میکنن این همه تهمت است، بهتان است. هیچ عملی وجود ندارد که یا که از آیت یا که از قرآن یا از اقوال صحابه یا که از دایره شرعی بیرون باشد. همه عمل در دایره شریعت و با دلیل شرعی است. برادران عزیز به همین خاطر باید خورد جمع باشیم و با گفته بعضی غرضداران و بدخواهان فریفته نشویم. چرا که یک مذهبی و یک عقیدوی دوستی و محبت و اخوت و آرامی را میارد
و گوناگون عقیدوی و گروه بازی ها دیده ایستادید که 40 سال یا زیاده از 40 سال باز همیشه خونریزی است و هیچ آسودگی را نمیبینند، ندیدند. تا به حال نیست، آسودگی نیست، نه زندگی است، نه معنویات است، نه دین است، نه انصاف است، نه عدل است، نه آرامی هست. برادران عزیز، من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان این جمله را میگویم که در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه تمام عمل با دلیل شرعی است. شما آسوده باشید. با همین راه گذشتگان ما همه با رحمت پروردگار پیوستند و با مقصد رسیدند. این راهی هست که به جنت میبرد، هیچ کج کلیتی ندارد. و در اخیر از خداوند عزوجل تمنا کنم که خداوند عزوجل ما و شما و جمله مسلمانان را و برای ما و شما و جمله مسلمانان نور و معرفت و دوراندیشی و خیراندیشی و خیرخواهی را نصیب روزی بگرداند. خداوند عزوجل به فضل و کرمش و با عزت قدرتش از تمام نفاق، از تمام بخل و بخیلی و کبر و غرور و بدبختی و نفاق و تفریق انگیزی و گروه بازی ها در پناه به آلایش عصمت خود نگه بدارد. خداوند در بین ما و جمله مسلمانان اخوت و محبت و دوستی و قدردانی و یک دیلی و یک دیگر فهمی را نصیب و روزی بگرداند که این سبب سعادت بندگان و امتان است. پروردگار را برای ما نصیب و روزی بگردان. پروردگار را از بین ما نفاق و کبر و غرور و اون خصلت‌های زشتی که رسوا کننده در این دنیا و آخرت است، پروردگار را از بین ما ببردار که این سبب بدبختی ملت ها است. پروردگار را از بین ما ببردار. پروردگار را برای ما و جمله مسلمانان علم نافع و عقل و روح و روان سالم نصیب و روزی بگردان. پروردگار را برای ما و جمله مسلمانان دوراندیشی و خیراندیشی و خیرخواهی را نصیب و روزی بگردان. پروردگار را در این روز جمعه گذشته های ما را رحمت و مغفرت، که گذشته های ما